سلام بچه، چطورین؟ حالتون چطور؟ من وایتی هستم و خوش اومدید به ویدیو امروز یه ویدیو آموزشی داریم در مورد اینی که آقا بعضی وقتا مانتمون آنتنش یک خط، دو خط یا حتی سه خطه یا حتی چهار خط هست. بهتون میگم ما میریم داخل بازی، پینگمون یه دفعه میشه 200. حالا آقا ما میتونیم چیکار کنیم؟ آقا من یه راه حلی که پیدا کردم برای کاربران ایرانسلی هم هست. شما خودم نتم ایرانسله. ما این ستاره 555 رو این کد رو میزنیم. حالا من هم میگم هم دوم ایرانسله، ولی فعلا داخل یکی هم من اینترنت موجود دارم و باش بازی میکنم. اینو ما میزنیم، بعد منتظر میمونیم تا این بیاد بالا. بعد هرچی که اومد این دو صفر بعدی رو میزنیم تا برسه به اون آخر. نکنید اینجا رو. بعد الان نکنید من بالا صفحه رو الان من اینجا رو بخوام براتون نشون بدم. یه لحظه ببخشید، این همه خبرتون نشون بدم. الان اینجا رو ببخشید خیلی عذر میخوام. الان من بخوام اینجا رو بهتون نشون بدم. الان دید این از 4G میشه H. الان من براتون میدم باز دوباره میبینید یعنی 4G شد H. حالا این تغییر موج اینترنت خیلی مهمه که این بشه H پلاس. بعد ما اینو میزنیم، مثبت رو میزنیم که میاد اینجا، اینو میده. بعد ما سریع این دکمه ارسال رو میزنیم که میگه بعد نتیجه حالا این که درست شه، این نتمون که دوباره بیاد بالا. این از اون حالت باز 4G H مثبت بشه 4G نکن. الان H مثبت مونده باز صورتا نت داغون خراب. الان درست شد بچه، الان درست شد. میگم اینجا بجا الان شد 4G. الان دیگه شما من بهتون تضمین میدم که تا 2 ساعت 3 ساعت دیگه هیچ اینجوری نشید. شاید هم کلا تا خود چند هفته. این آموزش خیلی مهمه بچه ها. از این به بعد راستی روزی یک یا دو تا ویدیو شورت حتما میذاریم. لانگامونم به راه هفته چند تا، حداقل یک دیگه. و روزی یک یا دو تا شورت میذارم براتون، مگر اینکه واقعا کار ضروری پیش بیاد نتونم. یعنی زن واقعا عزیزم بمیره، ببخشید عذر میخوام. و یعنی همیشه براتون میذارم. بچه‌ها حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولم رو آل بذارید. هر وقت براتون ویدیو گذاشتم از اون مطلع بشید. و لایک کامنت هم فراموش نشه. به هم چالش بدید، هر کاری که مثلا سوالی در مورد کال آف داشتید، فلان چیز چرا بالا نمیاد، فلان بهمانه، در مورد اونم کامنت بذارید. اگه دوست داشتید، داداشتون امیر دوست داشتید، لایک کنید. من با این لایکاتون درست شما دو تا انگوش میزنم رو صفحه، ولی من با این لایکاتون انرژی میگیرم، بیشتر کار میکنم، سطح چنل بره بالا. و دیگه همین، بیشتر این وقت نمیگیرم. عاشقتونم. بای.